با گذشت اینک 2 هفته از فرار محبوس تاجیک 57 ساله امردین سعیدوف از محبس سکونتی واقع در شهر اوستکوت ولایت ایرکوتسک روسیه او را تا حال پیدا نکردند و یگان نیز پی هم ندارند که آیا او به کدام سمت غیب شده است. اداره زندانهای ولایت ایرکوتسک روز 10 نوامبر سال 2023 با نشر دوباره نشانه های امردین سعیدوف و عکس های روبرو و از بر گرفته شده او از پرونده جنایتیش بار دیگر از ساکنان خواست که برای بازداشت این محبوس فراری کمک کنند. امردین سعیدوف که 9 سال باز در محبس روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر ادای حکم کرد و تا پایان حکمش کمتر از 2 سال دیگر باقی مانده بود، صبح 27 اکتبر سال 2023 از محبس سکونتی در شهر اوسکوت فرار کرد. سعیدوف امردین غفوروویچ 1 مارس سال 1966 در تاجیکستان به دنیا آمده با جرم قاچاق مواد مخدر به 11 سال زندان محکوم شده بود و 8 سال اول حکمش را در محبس نظامش سنگین ادا کرده در بهار سال 2022 برای ادای مهلت باقی مانده حکمش به محبس سکونتی گذرانده شد. او می سال 2025 به آزادی می برآمد. سبب فرار محبوس تاجیک از محبس سکونتی که قاعده های بود و باشش نسبت به زندان خیلی سبکتر است گفته نشده است.